از این به بعد در تاجیکستان پیش از قطع شدن انتقال برق ساکنان آگاه کرده می شوند. باز تیرپرانی دوامدار در مرز تاجیکستان با قرغیزستان ساکنان نزد مرزی را وحشت زده کرد. یک عضو فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار هنگام زمین فروشی بازداشت شد. ایده از هواپیماهای روسیه اکنون به قسم‌های احتیاطی مبدل می‌شوند. از این به بعد در تاجیکستان استفاده برندگان نیروی برق پیش از قطع شدن انتقال برق آگاه کرده می‌شوند. در این باره شرکت شبکه‌های تقسیمات برق خبر داده اما مشخص نکرده است که آگاه کنی مردم چگونه صورت می‌گیرد. باید گفت حتی در پایتخت کشور با وجود به استفاده دادن مرکز و برق گرم‌دهی نو در دوشنبه و به کار درآمدن دو اگریگات نیروگاه راغون لیمیت برق از بین نرفت. زود بدون آگاهی برق خاموش می شود که سبب کار ناشایم شدن تکنیک های لازمی خانه شهروندان می گردد. همیشه مقامات قطع انتقال برق را به کارهای تعمیر و نوسازی در نیروگاه های برق آبی، خطهای انتقال برق و زیرستگاه ها ربط می دهند. بودن لیمیت برق را با وجود برق کشی های زیاد شرکت برق تاجیک این کار می کند. در موضع قمه‌زاری محله فیض‌الله فی جماعت دهات چارکوه شهر اسفره، موضع تبابتی که در سرحد تاجیکستان با قرغیزستان جایگیر است، ساعت 22 شب 7 به 8 اوگوست نیروهای سرحدی قرغیزستان به دوام تیرکشایی کردند. بنابر اطلاع یک منبع پیام، صدای تیر تا 10 دقیقه دوام کرده. این حالت ساکنان نزد مرزی را به وحشت آورد. یک قسم مردم به خانه خویشاوندانشان که دورتر از محله فیض‌الله است خانه خود را پرتافته همان شب رفته‌اند. عده دیگر در تهخانه ها با کودکان خود شب را روز کرده اند، اما تا حال از مقامات کسی این را شرح نداده است. قمه‌زار موضعی است که در نزدیکی سرحد تاجیکستان با قرغیزستان جایگیر است. از گرد و اطراف شهر اسفره و ناحیه‌های همسایه آن، حتی از دهه‌های نزد مرزی قرغیزستان در تابستان برای استراحت و طبابت به آنجا می آیند. این بار اول نیست که در این موضع ناآرامی به میان می آید. 21 ایولی سال گذشته در قمه‌زار نظام میان شهروندان دو کشور رخ داده. در نتیجه 3 نظامی، 2 مرزبان قرغیز و 1 مرزبان تاجیک جراحت برداشته بودند. باز یک عضو فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار دست به فسادکاری و زمین فروشی زده بازداشت شد. دفتر مطبوعاتی آژانس ضد فساد تاجیکستان خبر داد که یک منصبدار دولتی با طلب 13,000 سامانی پاره برای تیار کردن شهادتنامه به قیدگیری دولتی قطعه زمین بازداشت شده است. محمود سیدوف، متخصص ریاستی برای قیدگیری تکنیکی کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در شهر حصار، در دوره فعالیت کاریش از 2 شهروند برای تیار کردن شهادتنامه به قیدگیری دولتی قطعه زمین 13,000 سامانی گرفته، قسمی از آن را به منفعت شخصیش صرف کرده است. علیه این منصبدار طبق ماده 247 قسم 2 قلابی پرونده جنایتی آغاز شده است. گفتنی است هرچند با جرم زمین فروشی 10 منصبداران بازداشت می شوند، اما در تاجیکستان اکثر بر اینند که بدون پاره دادن صاحب زمین شدن محال است. اکنون ایده از هواپیماهای روسیه به قسم‌های احتیاطی مبدل می شوند. به خصوص هواپیماهای شرکت ایروفلات که تحت نظارت دولت است، از یک عده هواپیماهایش محروم می شود تا قسم‌های احتیاطی داشته باشد. زیرا بنابر تحریم‌های غرب دیگر نمی توانند از خارج برای هواپیماها قسم‌های احتیاطی خریداری کنند. با اطلاع خبرگزاری ریترز، حداقل یک هواپیمای روسی سوپرجت 100 و ایربوس A350 دیگر که از جانب ایروفلات اداره می شود، الکی به قسم‌های احتیاطی مبدل می شود. گفته می شود ایربوس A350 قریب که نو بوده است. طبق اطلاع منبع، این تصمیم موافق دستور حکومت روسیه گرفته شده. از ماه ایون به شرکت‌های هواپیمایی توصیه داده شده است که بعضی هواپیماهایشان را برای قسم‌های احتیاطی استفاده برند. با همین اصول هواپیماهای روسیه می تواند حداقل تا سال 2025 کار کند.
تحریم هایی که علیه روسیه برای تجاوز فراگیر به اوکراین اعمال شدند، شرکت های هواپیمایی روسیه را از دریافت قسم های احتیاطی یا از نگهداری در غرب باز می‌دارند. اکثر فلوت هوایی روسیه از هواپیماهای مسافربری غربی عبارت است.